ببین بچه‌ها، شما اگه زن بگیری بری تو رابطه، الان باید دوست دختر اینجا بود، درسته؟ زن بگیری بری تو رابطه بعد دوست دخترت اونجا بود؟ برای همین چیزاست من نمیرم. خب نرو تو یه بار رفتی تو رابطه سایدی ما رو از بس گفتید نرید تو رابطه. دوست دختر الان اینجا بود. وای عشقم، آقا ماسه شد. وای عشقم گرمه، آفتاب داغه، چرا همون نیاوردی؟ چرا اون دخترم اونجاست شنا میکنی اون سمتی؟ بیا منو بگیر. وای محمد مگه خفه میشد؟ محمد مگه خفه میشد من نجات میدادی؟ محمد تو خفه بشی ما خودم میام نجاتت میدم. محمد تو دریا اگه مامانت بود و من کوسه داشت میومد کدوم اول نجات؟ محمد من گرممه. تو رابطه نرو، با رفیقات بیا. خیلی خاکی. الان ما همه اون دست بکنیم تو این اندونه همه اون میخوریم. خیلی خاکی؟ دست خاکی بکنید تو این دونه همه تون بخورین؟ دمت تو بگم بابا خیلی خاکی تو. صاحب رستوران لیا دیروز رفتیم ناکن خاکی رستوران با اون خفنی نشسته با ما آقا بفرما بیا عزیزم. این همه شما چلو گردن ما دادی این اما عشقم 2 تا به تو میدم. خیلی بی تربیتی. یعنی چی بزا دهنم؟ اشغال؟ اونجا